یک حریفی اومد موهات رو گرفته بود یا شاید بچه کوچیک این کار کرده باشه. خیلی از بچه کوچیکا بلد نیستن اینجوری میان موهاتون رو که میگیرن موها رو میکشن و ول نمیکنن و شما شروع میکنین به دستشون رو کشیدن و موهای خودتون رو کشیدن. اگر بچه کوچیک بود، تاکید میکنم اگر بچه کوچیک بود و موهاتون رو کشیده بود، بچه‌ها این دستش رو خیلی آروم بیارید، انگشت شستتون رو بندازید زیر انگشت کوچیکش، یعنی اگه این حالتیه بندازید اینجا، خیلی آروم انگشت کوچیکش رو برگردونید، بقیه دستش باز میشه. خیلی آروم برگردونید که آسیب نبینه. اگر بچه کوچیک نبود و یک نفر موهاتون رو گرفته بود تو این شرایط، اولین کاری که میکنید یه ضربه میزنید و دستش رو فشار میدین به سر خودتون. دستش رو فشار میدین به سر خودتون که کشیده نشه. حالا از زیر سر در میاین، اینو حرکت رو میارین بالا، دست کاملا